بیا هم جات نیزی خبران تکرار است. آقای همشا، وقتی که اداره عالی مبارزه با فساد اداری دوسیه را به ثانولی محول میکنه، آقای موسینی از اجرات اداری خود دفاع کرد و در ضمنش گفت که ما که وقتی کشف جرم کنیم بالاخره برای تحقیق به ثانولی روان میکنیم. در رابطه اجرات ثانولی را چه قسم ارزیابی میکنین؟ شما چی دستاوردهایی داشتین در این رابطه؟ مهربانی. مقدمه خدمت شما عرض کنم که پیشتر جناب موسینی صاحب فرمودن که از یک دست باید همه کباب تکمیل شود. بله. یعنی اداره استراتژی مبارزه با فساد اداری باید هم تحقیق کنه، هم تعقیب کنه، هم کشف کنه. بله. در ماده 134 قانون اساسی شما صلاحیت لویسان ولی منیس یک ارگان حقوقی در سطح ملی و بین المللی، یک ارگانی به سطح ملی و بین المللی شناخته شده روشن است. و اداره محترم استراتژی مبارزه با فساد اداری مثل امنیت ملی، جنایی، سایر ارگان‌های کشفی پیش ما موقف کشفی را داره. بله. دوسیه از طریق قضیه وقتی که برای ما محول میشه تحت تحقیق و کار ما قرار میگیره، در نتیجه محول محکمه میشه. پیشتر شما فرمودین که باز دوسیه از بین میره. از بین رفتن دوسیه یک امر کاملا ناممکن است. بله. به هیچ قیمت حفظ کردن حفظ در حالت میشه که قانون به اجازه بده. جرم واقع نشده، دلایل پیدا میشه که اتهام است، دروغ است، جرم نیست، دلایل جرمی نداره، بالاخره او را حفظ میکنن، او علنی میشه. بازم اداره مربوطه در جریان قرار داده میشه که مثلا در من دوسیه تو این دلایل کافی نداشتی، برای این دلایل حفظ شد. او خبر می تمام ارگان‌ها ما با خبر می باشه. و چیز دیگه که در پیشتر جنابشون فرمودن در قضیه کابل بانک. بله. قضیه کابل بانک اینا در ترکیب هیئت مختلط بررسی کردن، بر ما روان کردن. تا این لحظه کابل بانک تحت پروسه کاری اداره لویسان قرار داره. همه روزه یک مقدار هنگفت پول تلف شده تحصیل شده میره. جایدادهایی که از مدارک مختلف خریداری شده او تثبیت شده میره. قسما جایداد تثبیت میشه به خاطر آمادگی آینده در محکمه که در معرض فروش و اجازه فروش گرفته شود و قسما پول نقد تحصیل شده میره که هم تابع قانون است. ما گفتن ما که در نتیجه چی پیش میاد او ارتباط داره به هدایت مقامات، ارتباط داره به تصمیم جناب لویسان و امثالش که اگر کنم مشکلی نباشه ما مشکل نداریم. تمام. وقتی که در رابطه با پست‌های سیاسی وقتی که بلندرتبا با مرتکب فساد اداری میشن و دوسیه‌اش به ثانولی محول میشن، تو شنیده میشن که چون سیستم افغانستان فعلی وضعیت افغانستان رو مد نظر گرفته بالای ثانولی محاکم و یا ارگان کشفی فشار آورده میشه که تا او دوسیه در اونجا حفظ شود و بر دلیلی که باشه او دوسیه در این رابطه شما چقدر اطمینان داده میتونین که شما در رابطه با فسادی داری یک فرد عادی، یک مامور عادی دولت و یک بلندپایه حتی تا وزیره شما با چشم یکسان برش میبینین؟ شما چقدر اطمینان در این رابطه داده میتونین؟ در برابر قانون تمام اتباع افغانستان حیثیت و موقف مساوی دارند بدون شک. قانون به این شکل واضح است، ولی وضعیت فعلی افغانستان که ما امی اشخاص بلند رتبه را که شما فرضاً یک احمد یا محمود نامگذاری میکنید، شما به نامش رو بگیرید و شما بگویید فلان دوشش پیش شما آمده یا نامده و در فلان مرحله قرار داره. بله. ولی هیچ گونه فشار بالای اداره لویسان ولی و ارگان‌های امثالش قابل تحمل نیست. برای از اینکه اصلا یک سارنوال هیچ وقت تن به این نمیده که دوسیه یک کسی که جرمش ثابت باشه او را حفظ بکنه و در آینده مسئول جوابدهی باشه. تشکر. موسینی صاحب، با وجود آمدن حکومت جدید فساد به اوج خود رسید، ولی اگر به شکل مقایسه‌ای پیش بریم حکومت‌های ما قبل مد نظر بگیریم، حکومت‌ها قسمی بودن که با وجود از اینکه با اداره اندک و زیاد تو با جلانن تصمیم گرفتن در رابطه با فساد اداری ولی نتایج مؤثر به دست می آورد. یعنی اگر با حکومت‌های ما قبل نظر پرتیم اگر به شکل کلی خب مبالغه نشد یک تعداد فساد به شکل نزولیش در آورده بود، ولی در این حکومت نو فساد به اوج خود رسیده. به شکل مقایسه‌ای اگر پیش بینی کنیم ببینیم چه مشکلی وجود داره که این حکومت موفق نشده تا فساد به کلی از بین ببره و یا هم با او به شکل نزولی او را در بیاره. این مشکلات نسبت به حکومت‌های قبلی چه قسم مقایسه میکنیم؟ ببینید هر زمان مقتضیات خاص خود داره. بله. و قوانینی که در هر عصر در هر زمان تدوین میشه میتونه جوابگوی همون زمان همون دوره باشه
و برای دوره های متعدد قابل تجدید نظر و قابل اصلاح است. بله. بنابراین ممکن است که اگر ما برگردیم به حکومت های قبلی به 30 سال قبل به افغانستان، ممکن هست قوانین، مقررات و تشکیلاتی که او زمان برای محو فساد اداری ایجاد شده بود جوابگوی از او زمان از عموم مقتضیات خاص خود بوده باشه. ولی در شرایط فعلی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که ممکنه که امی قوانین، امی سیاست ها و امی پالیسی هایی که فعلا موجود هست این جوابگوی مبارزه با فساد اداری بسیار جدی نباشه. من میخوایم یک نکته خدمت شما عرض بکنم. ما چند وقت پیش به کشور ژاپن رفته بودیم. در اونجا یکی از کمیشنرهای مبارزه با فساد اداری کشور هنگ کنگ آمده بود. او تعریف میکرد، من وقتی که همراهش بحث میکردم به ارتباط وضعیت فساد در افغانستان و شرایط بسیار نابسامان که در اینجا هست، مشکلاتی که ما در مبارزه با فساد اداری داریم، ایشان میگفت که ما زمانی که اداره مبارزه با فساد اداری خود ایجاد کردیم، وضعیت ما به جرئت میتونم بگم که بسیار بسیار بدتر از حالت فعلی شما بود، ولی ما تانستیم از او حالت براییم و فعلا یکی از پاکترین کشورهای دنیا را داریم. بله. گفتم راز از این کار چی بود؟ او گفت که اولا ما یک اراده قوی مبارزه با فساد اداری را در خود به وجود آوردیم. میگفت نخست وزیر ما یا صدر اعظم ما عمیق قدر اراده از او قوی بود برای مبارزه با فساد اداری که میگفت اگر قرار باشه یک خانه تکانی در این مملکت انجام شود، اول باید بیا از دفتر ما شروع شود. ببینید از خود شروع کردن بالاترین رده حکومت در او کشور مثال و جارو کردن رفتن. پس امو نظریه را که امو دوستان امور در افغانستان به چی شکل قابل تطبیق؟ من پیشتر گفتم که ما اینمی اراده قوی را باید تمام دولت مردای ما در خود به وجود بیاره و یک تنفر عمومی علیه فساد اداری در کل کشور ما در تمامی سطوح به وجود بیاید. مسلما وقتی که در رده های بالایی ایجاد شد دیگر در پایینیا تاثیر خود میمانه. ببینید وقتی که پارلمان ما، کل اعضای پارلمان ما حدود 300 نفری که هست یا بالاتر از 300 نفری که هست، اگر همه اینا تک تک از این اراده را در اینا وجود داشته باشه که سر هیچ قضیه فساد اداری اینا چشم خود پوت نگیره، خودشان هیچ وقت برای تقرر یک کسی واسطه نشوه، یک آدمی مثلا که لیاقت یک جای را نداره و با کسی که آلوده و آغشته با فساد است اینا من حیث متولی یک کار رأی اعتماد اعطا نکنه و سارنوال به رئیس افغانستان بانک، به وزرا، به حتی اگر وزرای تقرر حاصل کرده هم هست، اگر فساد را میبینن مردانه استاد شون و او را استیضاح کنه از وظیفه کنار بزنه، گراف فساد بسیار پایین میاد. به همین ترتیب ریاست جمهوری ما، رئیس جمهور ما، معاونینش، وزرای ما اگر این اراده را در خود به وجود بیاره که اول دفتر خود پاک بسازه، اگر دفتر یک وزیر ما پاک باشه، در اونجا او واقعا اراده را داشته باشه که دفترش هیچ نوع فسادی وجود نداشته باشه، من فکر میکنم ادارهش هم کم کم پاک میشه. به همین ترتیب قوه قضاییه ما بدونی که هیچ اغماضی نسبت به کسی داشته باشه، وقتی که دوسیه فساد اداری علیه کسی تشکیل میشه، جدای از این که این وزیر هست، این وکیل هست، این یک مثلا مامور بست 6 هست، این بچه فلان کس هست، این از فلان قوم است، از فلان تبار است، مجرم پیشش مجرم باشه من حیث مجرم، جدای از این که کی هست، از کجا هست، و اونمو چیزی که قانون حکم میکنه او را بالایش تطبیق بکنه و اعمال بکنه. به همین ترتیب روی سارنوالی بخش مبارزه با فساد اداریش این اراده در اونجا هم وجود داشته باشه، من فکر میکنم که این گراف بسیار پایین. تشکر آقای محسنی. د خپل درنو میلمنو او تخنیکی همکارانو په مننه د ژوندون ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د جات سیړنیزه خبرونه تر بیا مو په لوی الله سپارم.